در دنیا خلقیت هایی که صاحب زبان، صاحب فرهنگ هستند اما صاحب دولت نیستند خیلی زیاد. امروز فلسطین برای استقلالیت می‌جنگد. اوکراین برای استقلالیت می‌جنگد. ما تاجیکان هم پس از 1000 سال دوباره صاحب دولت و استقلالیت شدیم و این از ارزشمندترین چیزی هست که ما حالا داریم. امروز می ارزد که هر یکمان در خانواده‌مان دسترخوان عیدانه باز کنیم، با اهل خانواده‌مان استقلالیت را جشن گیریم و برای فرزندانمان بفهمانیم که استقلالیت چی است و چرا می ارزد که امروز شاد باشیم. روز استقلالیت مبارک.